و برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم. سلام. در برنامه امروز پنجشنبه 5 مارس این موضوع ها را داریم. مقامداران تاجیک میگویند که نگرانی ساکنان از کمبود مواد خوراکواری و خرید بی‌سر و سامان اساس ندارد. ذخیره 2 ساله برای 9.5 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان ذخیره کرده پورا مانده شد و همین خاطر این کارهایی که ما کرده استادیم اینا کمتر درست‌تر با مردم فهمانده داشتن که اینا. Human Rights Watch گفت تاجیکستان می توانست انتخابات پارلمانی را همچون ترامپولین یا تخته جهش برای راه‌اندازی تغییرات استفاده کند. جانوران باغ خصوصی حیوانات خوجند را برای دریافت پول و نمایش به ساکنان شهر و ناحیه‌های ختلان فرستادند. همون جابجا کردم و با جمهوری روان کردیم. اول در شهر توسن‌زاده شهری نو کار کردم بچه حاضر در ولایت ختلان. همین وقت حاضر ما در ناحیه یومان. در تاجیکستان سر از روز گذشته در پی آوازها در رابطه با احتمال پهنشوی کرونا ویروس ساکنان در منطقه های گوناگون کشور به بازار و فروشگاه ها رفتند و به مقدار زیاد مواد خوراکواری خریدند. در پی این نرخ محصولات در بازارها بالا رفت. مقامات تاجیکستان میگویند که در کشور برای 2 سال آینده ذخیره مواد خوراکواری وجود دارد و ساکنان از این بابت نباید نگران باشند. ادامه موضوع در گزارش برات یوسفی از شهر دوشنبه. هدف یگانه دارند که این هم باشد. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید خبر آشکار شدن کرونا ویروس در کشور دروغ است و به تهلکه افتادن مردم در خرید مواد نیاز اولیه اساسی واقعی ندارد. زیرا به گفته نهادهای حکومت در تاجیکستان ذخیره کافی مواد غذایی موجود است. یعنی ذخیره 2 ساله برای 9.5 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان ذخیره کرده پورا مانده شد و همین خاطر این کارهایی که ما کرده استادیم اینا کمتر درست‌تر با مردم فهمانده داشتن که اینا یگان اساس برای خودشون ندارند. مقامات از دیروز برای از بین بردن تهلکه مردم چند اقدام روی دست گرفته وضع پیش آمده را زیر نظر گرفتند. روز گذشته گروهی بین اداروی برای معتدل نگاه داشتن وضعیت در بازارها تشکیل شده است. و امروز هم از جانب دیگر نهادهای دولتی در نقطه‌های فروش در بازارها در همه مناطق عمومی کشور کارهای عمومی برای مانده میشوند و البته از جانب ساختارهای دخالدار نرخ مواد خوراک تحت نظارت گرفته می شود. مسئولان نهادهای دولتی در بازار و فروشگاه‌ها کار را آغاز کردند. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان هم با نشر یک اطلاعیه گفت که آوازها وابسته به کم شدن استحصال و واردات محصولات آذوقه‌واری اساس ندارند. هرچند روز 5 مارس در بازارهای دوشنبه مخصوصا در خرید آرد نوبت‌پایی به مشاهده می رسید، اما مردم زیاد در تهلکه نبودند. همه بازارها کار میکنند، آرد در بازار هست، به نوبت مردم ما تامین کرده میتوانند. امروز قریب یک 50 تن آرد وارد شده است. مردم چکلی که شما شاهد است به نوبت خریداری کرده است. نظارت نرخ قطعی است تا 200 سامانی یک خلط آرد. از این زیاد شد ما چاره‌های ضروری میبینیم. اما به هر صورت مردم برای احتیاط در پی خرید مواد نیاز اولیه مخصوصا آرد هستند. به این دلیل که شاید بعدا نرخ‌ها بالا روند و محصولات کمچین شود. اما خرید محصولات دیگر مثل روزهای معمولی است. با نرخ چند دست راست میکنید؟ 100 آقا. در دیگر جاها نرخ‌ها چقدر بودن؟ نرخ‌ها رنگ پیشینه الان فرق کرده. 220. ساکنان میگویند روز گذشته برخی تاجران با سوء استفاده از فرصت قیمت یک خلطه آرد را تا 250 سامانی بالا برده بودند. سر از 1 فوریه سال جاری تا امروز در تاجیکستان 1405 نفر به کرانتین فرا گرفته شده است که 328 نفر آنها شهروندان خارجی هستند. حالا 1095 نفر آنها پس از 14 روز کرانتین رخصت شده، مهلت کرانتینی 310 نفر ادامه دارد. تاثیر خوف سرایت کرونا ویروس در تاجیکستان نه تنها باعث افزایش بی‌سابقه طلبات به مواد خوراکواری بلکه مال و اشیاء طبی نیز شده است. بیش از همه ساکنان مواد تمیز کننده به مثل اسپریت، نقاب‌ها و دست پاک‌کنک‌ها را می‌خرند. همکارانم امرالدین عالموف و زرانگیز نوروزشاه از داروخانه‌ها در شهر دوشنبه دیدن کردند و این گزارش را آماده ساختند که حالا آن را با هم می‌بینیم. هر یک منطقه در مثال درمانگاه مخصوص هست. ناصر بخاریف در یک نقطه سیرودم دوشنبه داروخانه دارد. او 20 سال باز در این ساحه کار میکند. میگوید در 2-3 روز اخیر مردم به موادهای بهداری توجهی بی‌سابقه دارند. اگر قبلا مردم احیانا و در حالتهای خیلی ضرور از نقاب و محلولهای دیگر برای تازگی یا سلامتی استفاده میکردند، حالا اکثریت به این موادها از خانه بیرون نمیشوند.
خطر تهدید کرونا سبب شده که قسمی از ساکنان شیوه زندگی خود را تغییر دهند و به تازگی خود و اطراف توجهی جدی ظاهر کنند. برای محافظت سلامتی هر یک انسان همین نقاب ضرور است. در جایهای سرودم به نقاب نگشتن و هر لحظه با صابون شستن دستان از تاکیدهای اصلی والدان و آموزگاران به کودکان شده است. این قاعده هایی به نظر عادی را مقامات هم پیوسته به ساکنان تاکید میکنند. با اون درجه که ما از این یک فکر میکنم وایمه زیاد کرده است، این با اون درجه هم بودن نمیتواند. این نه خلیر است نه چومه است. توجه و ترس از خطر کرونا قبل از بازار داروخانه ها را پرودم کرد. حالا دریافت نقاب‌های طبی و با نرخ ارزان در پایتخت کاری آسان نیست. همین طور اگر پیشتر مردم تنها یک نوع این نقاب را میشناختند و آن هم فقط ضمن خاکباری شدن باد و هوا استفاده میشد، حالا دیگر نوع‌های جستجو می شود که تواند از سرایت به ویروس حفظ کند. برای پیشگیری کردن همون ویروس‌هایی که حاضر در جهان هست، همون پیشبندک‌ها، موادهای اسپتیکی، سپیرت، سورا پیشکی میگیرن. کمچین شدن نقاب و دیگر موادهای ضروری در داروخانه ها نگرانی ها را زیاد و صف خریداران را در این نقطه ها بیشتر کرده است. این نگرانی ها هم سبب شد که مقامات وزارت تندرستی دیگر باره به نزد خبرنگاران حاضر شوند. پوشیدن نقاب فقط در جایهای جمعیتی، در داخل بیناها که انبوه زیاد آدمان هست، به طور به مانند داخل کنسرت، داخل یگان تالار مجلس، در ضمنی وای بودن ضمنی موجود بودن ویروس. در حالی که مردم در چند روز اخیر با ترس و هراس به خریداری موادهای آنتی باکتریالی شروع کردند، مقامات تاجیک و هم سازمان جهانی تندرستی اظهار داشتند که در این کشور یگان حالتی سرایت یابی ثبت نشده است و قاعده هایی که هر لحظه به ساکنان تاکید می شود از عمل های معمولی است که هر شخص به خاطر حفظ صحتی خود باید همیشه آن را رعایت کنند. بینندگان عزیز، خبرهای مربوط به کرونا ویروس هر لحظه در حال تحولند. آخرین خبرها را در این باره از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعداً برنامه را با گزارش درباره ارزیابی بین المللی انتخابات پارلمانی تاجیکستان که روز 1 مارس برگزار شد ادامه می‌دهیم. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید حکومت تاجیکستان می توانست انتخابات پارلمانی را همچون ترامپلین یا تخته جهش برای راه اندازی تغییرات استفاده کند. این نکته در گزارش تازه این سازمان ذکر شده است. همکارم خیرامان بقازاده با متن این گزارش آشنا شد و حالا با ما در استودیو قرار دارد. خیرامان سلام. نخست بگویید که در گزارش تازه این سازمان درباره انتخابات تاجیکستان باز چه گفته می شود؟ سازمان با نفوذ حامی حقوق انسان در اظهارات نوش روز 5 مارس گفت نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 1 مارس تاجیکستان پیشگویی شونده بود و با آن همه اعضای حزب حاکم و رو به حکومت وارد شدند به پارلمان. ولی با این وجود میگوید این سازمان تاجیکستان هنوز هم امکان دارد و یا کشور باید از پی راه اندازی برنامه ویژه اصلاحات وضع حقوق بشر باشد. در یک صحبتی که با نماینده سازمان هیومن رایتس واچ داشتم، او گفت با وجود چنین نتیجه های انتخابات مردم تاجیکستان از جمله حامیان حقوق در داخل و خارج کشور حکومت را سزاوار هستند که به حقوق بنیادی بشر ارج گذارد. پیش از همه باید برای ژورنالیستان شرایط کاری آزاد و بی خطر فراهم شود.
مسدود کنی سایت ها خاتمه یابد، زندانی کنی انسان ها بر اساس پرونده های دارای انگیزه های سیاسی باید خاتمه داده شود و بیش از 150 زندانی سیاسی آزاد شوند. اینچنین دولت و مقامات باید از استرداد فعالان از خارج دست کشند و نزدیکان آنها را در داخل کشور فشار نآورند. مقامات باید مبارزه با خشونت خانوادگی را خاتمه داده، این گونه حادثه را همچون جنایت ارزیابی کنند. این نماینده Human Rights Watch میگوید که مسئله‌ها باید در مرکز توجه برنامه نوی حقوق بشری تاجیکستان قرار گیرد. خیرامان، آیا در تاجیکستان هم کسی به این گزارش واکنش نشان داده است؟ عبدالله، تا حال حکومت تاجیکستان هیچ واکنشی نکرده است، ولی سعید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که بار دیگر ضمناً وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده است میگوید با انتقاد سازمان Human Rights Watch راضی شده نمیتواند. او میگوید انتقادهای این سازمان به گفته وی اساس حقوقی ندارد، بر اساس گپ مردم گفته شده است و جدی نیستند. میگوید او این چیزی که پیشنهاد میکند این سازمان نه همه این مثلا اساس حقوقی تا آخر دارد، تا آخر نه آموختن همین چیزا را. بسیار چیزاش راضی شدن ممکن نیست، بسیار چیزاش مثلا این دولت مستقل است، گرد در سر مثلا زندانی سیاسی میگه همون اومده مواد جنایتی را بررسی نکرده است. نمیدونم اساس هر یک آدم چخیل به محکمه کشیدن یکون دلیل جنایتی کس نامختص فقط از دهن مردم خلاص ببرند. یک سازمان میتونه در خیلی خلاصه را نسبت حکومت ببره از دهن مردم. ضمناً Human Rights Watch یگانه سازمان نیست که درباره انتخابات اخیر تاجیکستان اظهار نظر کرده است. دیروز سازمان فریدم هاوس یک گزارشی سالانه اش را نشر کرد و در آنجا تاجیکستان را به گروه کشورهای ناآزاد شامل کرد و گفت که با نظرداشت کاهش نشاندادهای آزادی‌های سیاسی در این کشور در سالهای اخیر تاجیکستان در میان کشورهای به اصطلاح این سازمان بدترین ها جای گرفته است. باید گفت که در گذشته حکومت تاجیکستان هیچگاه با چنین ارزیابی ها راضی نشده است و مقامات و هم تحلیلگران رو به حکومت تاکید میکنند که دیدگاه های این سازمان ها واقع بینانه و منصفانه نیست از نظر آنها. تشکر خیرامان برای صحبتی پرمحتوا. مسئولان باغ حیوانات از شهر خوجند برای نجات جانوران از گرسنگی راهی غیر عادی را پیش گرفتند. آنها تصمیم گرفتند که باغ حیوانات را به سیر و سیاحت شهر و نواحی ولایت ختلان برند تا مردم جانوران نادر را ببینند و هم به آنها غذا دهند. شادمانی یتیم موضوع را ادامه می‌دهد. جانوران باغ وحوش خوجند امسال شرایط خوب نداشتند. برای پس سر کردن سردی‌های زمستان قسمی از جانوران را به شهر و ناحیه‌ها تماشا بردند. برای که پارک‌های ما کار نمی‌کرد و اینا همه حیوانات گوشتخور هست، مجبور شدیم در همون جابجا کردیم و به جمهوری روان کردیم. اول در شهر توسن‌زاده شهری نو کار کردم بچه‌ها، حاضر در ولایت ختلان، همین وقت حاضر ما در ناحیه یوان در پارک یوان برای تماشا هر دایم در سفر هست. این باغ جانوران را مدینه دولت و 3 سال پیش تأسیس داد. مدینه 8 سال در سرک تاشکند با جانوران کار کرد و هنگام بازگشت با خود چندی از مار و پیتان و شیر، خرس و دیگر حیوانات نادر را آورد. بعضی را به او همکاران سابقش تحفه کردند. خانم دولت‌ها در اینجا باغ حیوانات دارای شرایط بهتر می‌سازد. خدا خواهد وقتی که من زوپارک ما تیار شود در عرفه نوروز با ما نصفش با می‌بیاریم به اینجا نصیب شد. این زن دلباخته پیشه خود از بانک قرض گرفت و یک جفت شیر و لمه، شترمرغ امریکایی و حیوانات دیگر نادر خرید. امیدوار است بعد از وسیع کردن باغ شرایط جانوران خوب می شود و شماره تماشابینان زیاد. اکثر باغ جانوران تاجیکستان بارها برای نداشتن شرایط بهتر مورد انتقاد ساکنان قرار گرفتند. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، اخبار و گزارش های دیگر را شما در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید بخوانید و هم ببینید و هم در صفحه رادیوی آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح بر وقت شما را با خبرهای نو و تازه در نویدی بامدادی منتظریم و تا آن دم خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان باشد.